بابایشان خداوند شما را نگه دارد و وقتی که با عائلت همخوابگی میکنی در تنه‌ات لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو و بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنه‌ات بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها که نماز خوانی می شود با احتیاط که یگان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال بیاد. او دادر از تو هم بروک هم کرتو کتیز نه چه خوامری یک آدمی ساده خدا رحمت کنه، یا آدم ساده بوده چند بعضی کتاب ها همین اصل مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستند خدا رحمتشان کنه. در بالاش ادیال گرفته گفته کسی اگر در بالاش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطع همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. مثلا کدام ماده میشه گفته حضرت زنده باشه سلام بندیم گو آخه این دادری عزیزی ما با کرتو برو چه کامر اقتیزند نه لباسکات خوشرو که هست هم یا هزار تپوش پوش خوب در وقتی خواب کنه هوایی هم کشون طرفمو کار بارد که بود شد من تپوش خواهرم ضرر ندارد. این آیا خیلی جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من انشاءالله نشانه خوبیشان هست خداوند نگهشان دارد. غم اسلامشان میخورن ترس دارن خوب هستین. وقتی که خودت دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست میتونی بعد از خواب خستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز خوانی. لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در کجا مقدارش رسیدگی است، اگر آبی منی رسیدگی باشد سحر خیزی قاق شدگی است او رو به دست شک قاق شکش تازه است ناشوشته هم نماز خوان می شود با که نداره داده. بابا ایشان خداوند شما را نگه دارد. به سوال من حتما جواب گوید که من را زن دادم، این دختر را توی کرده به خانه آوردم، شب با وی خانه‌داری کردم، دختر نبود بیوه بود، حالا زندگی هم خوب نیست، التماس به من راه زندگی را نشان کنید. آدم بچه خوب بود. آخه این سوالا رو بیا خیلوات کن. من نمازه اصلی همیش دیگه می سوالا رو اگه من چی میشه که من با نباره زنی بیوت بو خدا وقت دیگه ای بیوگی و پروانه تو چند همین یه شب بینم بیوه میشه دخترم که میگرفتی. صبر کن انشالله زندگی خوش رو کن ببینی محبت پیدا میشود. این محبت آهسته آهسته در زناشواری پیدا میشود. نکاح خود سبب محبت است. انشالله بودکدار که شدی امیدوارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه و زندگی تا خوب رفتار میگیرد. بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر انشاءالله خدا خیر بیناتان ده الفت پیدا میشه محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموتون تام بیوه بده خیلی از آن گرفتگی هستی بایم بیوه آدم ها زنی بودکدار بگن سه چار بودکتی. بنابراین فتواها میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکنه و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزیمها کل المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر خیلی خوب بعد همخوابگی کی دختر نبرامد اینه بیوه برامد رنگ این داده ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگی شاید این دختر نبرامدنی همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دکتر رفته یگان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروستم گمانی نکنید. نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسان در شب اول به جای آنکه زندگی شیرین کنن من تو رو دوست میدارم نیخواه گوید پرمه پرسیدن که تو راست گو به کی گشتی، تو راست گو به تو رو کی بوسه کرد. آن جوان مرد آوای پیش از آن که زنی تو بود از زنی تو نبود و کسی که میگشت کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایشی چی کار داری شریعه بکنی که زبانشان طلاق کردن موار کنه این جنجال پیش من هر روز میبیاد.
تو چی کار داری باید به کی میگشت نمیگشت؟ تاجیکان ما یک مقال دارن اصل در تکی پای خودم نلنگر پیش بیلنگی نمیکاری تو نبود. آخه یه بود دیگه دختری صاحب یافتن ممکن نیست. همه مینی یوبکا همه پلافکا دیگه مورد صغیرات همه بیرون میگیره دیگه. این است جامعه کم تو شد دنیای غرب دختر بودن عیب میگه ولی شما را مگم که کرشتیم خدا همه تا نگه داره خواهرهای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه. بنابراین دادر عزیز صبر کنیم انشاءالله خدا خواهر ثواب هم بگیری سیری همسرتن نبرا. خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم چی هستی خوب کردی که نام تو نگفتی اگه من با نام تا میخوندم سیری همسرتن نبرا. خود دان خدا زندگی کردنگی بعضی بیوه هاست که از دخترات دیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب. انشاءالله خدا خیر برکت بیاره.